روز بلند شدم رفتم بازار که چند تا ست تابستونی خونگی بخرم. اما قیمت ها رو که دیدم پشیمون شدم. قیمت یه تیشرت و شلوارک توی بازار 400,000 تومان بود. رفتم 1.5 متر پارچه نخی خریدم که کلاً شد 150,000 تومان. گفتم آموزشش رو برای شما هم ضبط کنم که حداقل با قیمت بازارش میتونید 3 دست عینا بدوزید. خب دیگه بگذاریم از این حرفا، بریم سراغ آموزشمون. بچه‌ها میدونید که پارچه نخی رو حتما قبل از برش باید آب رفتش رو بگیرید. توی پستای قبل نحوه آب رفتش هست. بعد از اینکه پارچه رو پهن کردین و خشک کردین حتما یه اتو بزنید چون چروک پذیری بالایی داره. حالا پارچه رو از عرض تا کنید و ترکی رو روی ترکی بذارید. الان این روی پارچه من، این قسمت هم پشت پارچه منه. روی پارچه به سمت روی پارچه، ترکی هم روی هم قرار میگیره. ترکی ها رو که روی هم قرار دادین، ترکی ها رو بیارید بذارید وسط پارچه به اندازه، یعنی به عرض 1/4 دور باسن به علاوه 3 سانتی متر. بعد از قسمت بالا 2 سانتی متر به سمت پایین بیایید و یه خط راستا بکشید. این هم خط راستامون رو تعیین میکنه، هم جاده از قسمت بالامون مشخص میشه. از همون قسمت روی دولای بسته به اندازه 1/5 دور گردن به علاوه 1 سانتی متر برید روی همون خط راستا به سمت چپ و علامت بزنید. دوباره به همون اندازه 1/5 دور گردن به علاوه 1 سانتی متر بیاید به سمت پایین و این قسمت رو به شکل هلال به هم وصل کنید. حتما هم 2 سانت اول هر قسمت رو صاف بیاید، بعد به شکل هلال وصل کنید. این قسمت میشه قسمت یقه جلوی ما. بعد از اینکه یقه رو طراحی کردید، از همون خط راستای بالا به اندازه 4 سانتی متر میایم به سمت پایین و یه خط هلوش 5-6 سانتی متر میکشیم. روی این خط قرار از گوشه گردن متر رو کج بذاریم یا خطکش رو کج بذاریم، پهنای سرشونمون رو بکشیم. پهنای سرشونه دقیقاً باید بیاد روی همون خطی که 4 سانت اومدیم پایین از گوشه گردن جلو. پهنای سرشونه من اینجا هست 12 سانتی متر. علامت میزنیم. دوباره از گوشه گردن جلو به اندازه 1/10 دور سینه به علاوه 14 سانتی متر میایم به سمت پایین و قراره روی این قسمت یه خط افقی بکشیم. بعد از اینکه علامت زدید خطکش رو به صورت گونیا بذارید و یه خط افقی بکشید. این میشه خط سینه ما. بعد از اینکه این خط رو کشیدید، از روی چارلای بسته پارچمون به اندازه 1/4 دور سینه به علاوه 3 سانت آزادی میریم به سمت چپ پارچمون رو علامت میزنیم. حالا ابتدای متر رو دوباره میذاریم گوشه گردن و به اندازه قد تیشرت بین 60 تا 70 سانتی متر میایم پایین و علامت میزنیم. این علامت رو دوباره یه خط افقی میکشیم هم راستای خط سینمون که میشه لبه پایین تیشرتمون. حالا این 2 تا خط سینه و خط لبه تیشرتمون رو به هم دیگه وصل میکنیم. روی قسمت خط پایین تیشرتمون بچه‌ها این خط رو حتما چک کنید که به اندازه 1/4 دور باسن به علاوه 3 سانتی متر آزادی باشه. حالا از چارلای بسته تا قسمت انتهای سرشونمون رو اندازه میزنیم. هر اندازه‌ای که باشه میایم روی خط سینه به همون اندازه علامت میزنیم. چون قراره خط سرشونه رو صاف به سمت خط سینه به صورت عمود وصل کنیم با خطکش. این 2 تا نقاط رو به هم وصل کنید. بعد از اینکه وصل کردید متر بزنید از خط سینه تا انتهای سرشونه هر اندازه‌ای که بود تقسیم بر 2 کنید. تقسیم بر 2 که کردید طبق معمول 2 سانت اول رو صاف بیاید، هم از خط کارور و هم از خط زیر بغلمون که روی خط سینه صاف بیاید، بعد به صورت هلال وصل کنید که میشه حلقه آستینمون. از خط راستای بالا روی چارلای بسته به اندازه 3 سانتی متر میایم به سمت پایین و یه خط میکشیم. حالا قراره این خط رو 2 سانت اولش رو صاف بریم، بعد به شکل هلال به گوشه گردنمون وصل کنیم که این میشه طراحی یقه پشتمون. حالا برای برش اول قسمت یقه پشت رو برش بزنید، بعد سرشونه از سرشونه 1 سانت جا درز، حلقه آستین 1 سانت و از قسمت پهلو 2 سانت جا درز کافیه. بعد قسمت دولایه داخل رو بردارید که بمونه برای قسمت پشت. حالا قراره یقه جلو رو ببریم. این قسمت رو دوباره فیکس کنید. به فاصله 1 سانت جا درز قسمت یقه جلو رو هم برش میدیم. حالا دولای پارچه میایم میذاریم روی هم مثل همون قسمت اول. یه دولا رو تا میکنیم روی هم، یک طرفش چارلای بسته و یک طرفش هم چارلای باز هستش. از قسمت چارلای بسته به اندازه از قسمت بالا به اندازه 13 سانتی متر میایم به سمت پایین و علامت میزنیم.
بعد این قسمت رو یه خط افقی میکشیم. این میشه 13 سانت تاج آستینمون. حالا از قسمت راست یعنی 4 لایه بستمون به اندازه 1/2 دور بازومون به علاوه 3 سانتی متر آزادی میریم روی این خط رو به سمت چپ و علامت میزنیم. هر اندازه‌ای که برای تیشرتتون آزادی دارید بعد برای دور بازوتون هم همون قدر آزادی بدید. روی همین خط میریم و علامت میزنیم. بعد از اون نقطه‌ای که علامت زدیم به صورت کج به قسمت 4 لایه بسته یعنی نوک بالای پارچمون وصل میکنیم به صورت اوریب. این خط رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم. 1/4 قسمت پایینی رو به دست میاریم. هر اندازه‌ای که باشه علامت میزنیم. علامت که زدیم بچه ها از قسمت 4 لایه بسته پارچمون بند صاف میایم. 2 سانت اول رو صاف میایید به سمت چپ و از این قسمت 1 سانتی متر میرید به سمت بیرون و این قسمت رو هلال میکنید. این هلال رو طراحی میکنید تا به اون 1/4 که علامت زده بودیم به 0 برسه. از قسمت پایین هم به اندازه 3 سانتی متر میرید به سمت بیرون. چک کنید که قسمت لبه حتما با دور بازوتون برابر باشه، یعنی گشادتر باشه، تنگ نشه. از قسمت بالا هم هر اندازه‌ای که میخواید میتونید قد آستین تیشرت رو اندازه بزنید. دل بخواهی من اینجا 15 سانتی متر قد آستینم رو اندازه گرفتم. حالا دور تا دور رو به فاصله 1 سانتی متر جا درز برش میدیم. حالا میریم برای دوختش. قسمت بالا تنه رو میاریم روی پارچه به سمت روی پارچه. سرشونه‌های جلو و پشت رو میذاریم روی هم و فیکسشون میکنیم. بعد قسمت سرشونه ها رو میدوزیم. دوخت که زدیم حالا قسمت آستینمون رو میاریم. دو تا قسمت پهلوهای آستین رو روی هم قرار میدیم. وسط تاج آستینمون رو پیدا میکنیم. یه چرت میزنیم. چرت که بزنید میاید از قسمتی چرتی که زدید به سرشونه تیشرتمون روی پارچه به سمت روی پارچه وصل میکنیم. حتما هم با سنجاق این کار کنید. هم پهلوی تیشرت و هم قسمت تاج آستین رو با سنجاق به هم دیگه فیکسشون کنید. بعد از اینکه سنجاق زدید حالا قراره دور تا دور آستین رو بچه ها پهلوها فعلا نه، فقط دور تا دور تاج آستین کاپ آستین رو دوخت میزنیم. بچه ها برای تمیز دوزی درزها هم میتونید یا سردوز کنید یا مثل من از نوار اوریب استفاده کنید که من همیشه نوار اوریب پسندمه. درزتون رو بذارید دقیقا نصف و وسط نوار اوریب و دور تا دور درزتون رو یه دوخت بزنید. بعد از اینکه دوختید حالا دو طرف پهلوهای آستین رو بذارید کنار هم. حتما هم حواستون باشه که درز زیر بغل روی هم باشه خطاشون، یعنی درزهاشون. بعد از قسمت آستین تا پایین لباسمون پهلوی لباسمون رو دوخت میکنیم. اگر میخواد که تیشرتتون چاک داشته باشه 5-6 سانت آخر رو دوخت نزنید. حالا لبه آستین رو به همین طریقی که بهتون میگم بدوزید. 1 تای نیم سانتی و 1 تای نیم سانتی دیگه بزنید و یه دوخت نیش دور تا دور آستینتون برید. 1 تای نیم سانتی اول و 1 تای نیم سانتی دوم روش بزنید و دور تا دورش رو دوخت برید. اینجوری کارتون تمیز در میاد، نیازی به سردوز هم ندارید. برای قسمت یقه از قسمت پشت یقه شروع میکنیم. ببینید پارچه من الان به سمت روی من هست. نوار اوریب هم درزی که باز هستش به سمت روی من هستش. میذاریم روی یقمون و دور تا دورش رو با نوار اوریب از قسمت وسط نوار اوریب دوخت میدیم. به همین شکلی که توی تصویر میبینید. بعد از اینکه دوخت زدید حالا قسمت باقی مونده نوار اوریب که روی پارچم بود میزنیم داخل یقمون و به اندازه 1 میل بیشتر به سمت داخل و یه دوخت به فاصله 1 سانتی متر دور تا دور نوار اوریبمون یا همون یقمون میزنیم. برای قسمت لبه پایین تیشرتمون هم دقیقاً مثل قسمت آستین 2 تای نیم سانتی میزنیم و یه دوخت نیش دور تا دور تیشرتمون میزنیم. حالا بریم سراغ رسم الگوی شلوارک. مثل قسمت تیشرت روی پارچه به سمت روی پارچه از قسمت ترکی گذاشتم روی هم و گذاشتم روی ترکی ها رو گذاشتم روی دلای بسته پارچه. حالا یه سمتم 2 لایه باز هسته، 4 لایه باز هستش، یه سمتم هم 4 لایه بسته. از قسمت بالا 4 سانتی متر میایم به سمت پایین و یه خط افقی میکشیم. حالا از همون 4 سانت به اندازه 1/4 دور باسنمون به علاوه 5 سانتی متر میایم به سمت پایین و
یه خط افقی میکشیم که برای من اینجا شد 30 سانتی متر. ابتدای متر رو هم بذارید روی خطی که به اندازه 4 سانتی متر اومده بودیم پایین. خط افقی که کشیدین روی این خط از قسمت 4 لایه بسته به اندازه 1/4 دور باسن به علاوه 2 سانتی متر میریم به سمت چپ پارچه و یه علامت میزنیم. از این علامت در ادامه به اندازه 1/15 دور باسن میریم سمت چپ پارچه و یه علامت دیگه. حالا روی اون 4 سانتی که اومده بودیم پایین و یه خط صاف کشیده بودیم، دقیقاً روی همون خط هم به اندازه 1/4 دور باسن به علاوه 2 سانت میریم به سمت راست و یه علامت دیگه میزنیم. حالا این دوتا خط رو به صورت عمود به هم دیگه وصل میکنیم با خط کش. حالا از همین خطی که عمود کردیم متر رو میذاریم، نصفش رو به دست میاریم. نصفش رو که به دست آوردیم علامت میزنیم. 2 سانت قسمت خط فاقمون که رفته بودیم به سمت چپ، اولش رو سانت اولش رو صاف، بعد به قسمت اون نصف عمود خط عمودی که به دست آوردیم وصل میکنیم. حالا روی قسمت لبه شلوارکمون به اندازه 1/2 دور رام به علاوه 3 سانت آزادی یا به اندازه 30 تا 35 سانتی متر میریم به سمت چپ و علامت میزنیم و این علامت رو به گوشه فاقمون با خطکش وصل میکنیم. حالا از اون قسمت 4 سانتی که اومده بودیم به سمت پایین روی همون خطه به اندازه 2 سانتی متر میایم به سمت راست پارچمون، یعنی 2-3 سانت ازش کم میکنیم و وصل میکنیم به همون نصف خط فاقمون. حالا از هر طرف به اندازه 1 سانتی متر جا درز دور تا دور کار رو برش میدیم. فقط قسمت بالا نباید بریده بشه، همون 4 سانت. قسمت داخل کار رو که برداشتیم هر کار رو دوباره روی خودش قرار میدیم. قسمت درز داخلی ران رو روی هر قسمت خودش یه دوخت انجام میدیم. دوخت که انجام دادیم، تمیزکاریاشو که کردیم، حالا من یه قسمت به سمت بیرون هستش، یه قسمت پاچه شلوارم، یعنی یه قسمت از شلوارم رو به سمت رو میکنم، دقیقاً درست مثل همین قسمت که هستش، یعنی درز داخلی ران روی درز داخلی ران روی پارچه به سمت روی پارچه. قسمت‌های خط فاق هم میذارم روی هم و با سنجاق فیکسشون میکنم. حالا دور تا دور قسمت خط و درز فاقم رو سنجاق میزنم از قسمت پشت تا جلومون. سنجاق که زدیم، حالا این قراره که این خط فاقمون رو به فاصله 1 سانتی متر جا درز دوخت بزنیم دور تا دورش رو. دوخت که زدیم، حالا این قسمت رو در میاریم، قراره که کش شلوارمون رو وصل کنیم. اون 4 سانتی هم که روی الگو اومده بودیم پایین برای فضای کشمون. حالا کش رو میذاریم دور تا دور کمر یا شکم فرد و کش رو یکم میکشیم، هر اندازه‌ای که فرد آزادی داره و همون اندازه کش رو میبریم. حالا کش رو بریدین، از قسمت درزی که باز هستش میذارید روی هم، طرف مقابلش رو پیدا میکنید و به 2 قسمت تقسیم میکنید. حالا اون 2 قسمت رو بذارید روی هم و گوشه‌های سمت چپ و راستش رو هم پیدا کنید و علامت بزنید، یعنی یه جورایی کش رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید. بعد از اینکه تقسیم کردید، درز کش رو کنار کش رو هم به هم بدوزید. حالا کمری شلوارک ما 2 تا قسمت داره که 2 تا قسمت رو میذاریم روی هم، دقیقاً مثل کش 2 تا قسمت پهلوی چپ و راستش رو هم پیدا میکنیم و علامت میزنیم، یعنی کمری شلوار رو هم به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. حالا هر قسمت کش رو به یک قسمت شلوارکمون وصل میکنیم. 4 تا قسمت کش داشتیم، 4 تا قسمت کمری. با سنجاق به فاصله 1 سانتی متر از بالا، یعنی 1 سانتی متر جا درز برای بالا قرار بدید و به فاصله 1 سانتی متر از بالا سنجاق بزنیم و هر قسمت علامت روی کش رو به یکی از علامت‌های شلوارکمون سنجاق میزنیم. باز تاکید میکنم به فاصله 1 سانت از بالا. حالا تمام علامت هایی که با سنجاق فیکسش کردیم حتما زیر دوخت ببرید و یه دوخت از روی اون 4 قسمت بزنید. اینجوری دیگه اصلا کش روی کمرتون پیچ نمیخوره. توی بعضی از شلوارها دیدین که کش پیچ میخوره و پیچ و تاپ داره، اینجوری دیگه اصلا کش پیچ نمیخوره و توی تنتون توی کمرتون ثابت وای میسته. بعد از اینکه دوخت زدید، حالا اون 1 سانتی که از بالا برای جا درز قرار داده بودیم، نیم سانتش رو تا میکنیم به سمت داخل و یه دوخت نیش به فاصله 1 میل روی اون قسمتمون میریم از داخل شلوار. بچه حواستون هم باشه که اصلا توی دوخت کشتون زیر چرخ اصلا نباید بره، یعنی کش به صورت آزاد باشه. هر جایی که احساس کردید راه دستتون دیگه نیست، کش رو بکشید و بعد دوخت کنید. اینجوری کش رو یعنی آزاد کنید. یه تای نیم سانتی که دقیقا نیم سانت پایین تر از
کشتون هستش. یه دوخت به فاصله 1 میل بزنید. این از کمری شلوارمون. دور تا دورش رو دوخت زدیم. قسمت دمپای شلوارکمون هم دقیقا مثل دمپای تیشرتمون 2 تا تای نیم سانت میزنیم و دوخت میزنیم. ممنونم که با لایکاتون به هم انرژی میدید. اگه از این آموزش لذت بردی برای دوستاتم بفرست که اونا هم استفاده کنن.